مالایش اینجا بیا. با تو چی شد؟ چرا فکرت پریشان؟ هیچ چیز. راو من با تو بعد صحبت میکنم. دینجی؟ میشد نه. چنان داری؟ نه ترس گبزن نومد چی؟ مرا پیشه جان بارد من بخواه نمان نیرم. دهانش را بندید. گوش کن احمد، او را به تخانه برید. مهربان نگاه کن که از گرسنگی نمورد. خوب شده است. نگارا از تقدیر شدم که ما را با هم نزدیک کرد. باور کن برایم عزیز و مهربان گشتی. میترسم از خبری ناخوشی روزگاری فراق. سینه بیشان یم بروی لاله ها در دلم چون شعله خاموشت کنم. یادگاری مانده نقشی یادها خواستم اکنون فراموشت کنم. یادگاری مانده نقشی یادها
نترسین من مهربان. من با تو خوراک آوردم. کنی گیر کورچین اینجا مون. گیر شد بس کنی شین کنی بیا کود کچه تکشین بس گیره نکن بس کنی گیر خود کنی گیر خود شد بس آروم شو گوش کن اگر آوازی تو رو آنها فهمد در آمده هر دویمان رو میکشند آنها گنده آدم کش بهترش گیر خوب شکمت رو سیر کن گیر گوش کن اگر به گپی من گوش دهی من تو رو یک بابا کرده از اینجا خلاص میکنم فهمیدی؟ فهمون؟ گیر خوب گیر گوش کن نامت چی بود؟ اردشیر جون کنی گفت زن؟ تو چی خیلی به دست اینها افتادی؟ من و کمال از مکتب آمده بودیم یک ژیگولی در نزدمان ایستاده مرا به زوری در ماشین سوار کرد داد زدم درونم را داشته به اینجا آوردم بس آروم اردشیر جون آروم شو بس گفتم که اونها نفهمند اونها فهمند اونها آدمانی بدن بس آروم شو گیر خود شکمت رو سیر کن گیر تو داده داری؟ بچه هم دارم بیبی هم دارم آنها مرا نقض ببینم شد بس آروم شو اردشیر آروم شو گفتم که اونها آدمانی بدن بس آروم شو دادر میداند که تو در دستی اینهایی میداند من با تلفن گپ زدم گفتم که بیایید از اینجا مرا برید مرا میزند گوشایم را میکشند بچی دادم گفت که میایم بچم میایم نه اومد شد آروم اردشیر میآید من تو رو از اینجا آزاد میکنم با من نگاه با من گوش ده من تو رو از اینجا آزاد میکنم دادر میآید شد گیره نکن بس گیره نکن گیر خوب گیر خودت رو موقع دیگه شکمت رو سیر کن گیر کم گیر سو کمپوت ها میخوری؟ گیر زود خور شکمت رو سیر چیکار میکنی؟ درس تیار میکنم اینجا برو کنی مصلحت است اینجا گوش کن مالش باز برای تو یک سپارش حاضر و خانه پدری اردشیر این بچه میروی همراه 2-3 نفر بچه های من میروند با ماشین آنها دورتر از خانه اردشیر تو را انتظار میشوند تو
در پیش خانه اردشیر میفرایی و پدر و مادرش میگویی که پسرشان در دستی ما، سرشان را به سنگ میزنمی، به دیوار میزنمی، ما او را میکشیم. و پدر سر چی خیال کرده است؟ آنها گوش کن، این مکتوبچه را با وی میدهی. آن همین قدر پول بالای آن پول گفتگیمون جمع شد. فهمو؟ اگر این دفعه هم گردن شکی کند، اگر پول را از بچهش عزیز داند، من خودم کله این بچه یگانه اش رو بریده به حولیشان میپرتایم. و کسی چه خیال کرده است؟ مرا از میلیس ها میترساند. آچه زارش نشان میدیم. ما خوب شده است. مهربان احمد گوش کنید، تو خانه رحیم با همین ماشین میروید، بعد با ماشین وای سوار میشوید. فهمو؟ از پسی کار. السلام خاله. سلام. خاله شما مادر اردشیر میشوید؟ ها، من مادر اردشیر؟ است که تو خودت کیستی؟ نومی پسری من رو از کجا پدرش میدونی؟ کنی؟ پدرش در خونه کنی درو کنی اینجا درو. آتای اردشیر، ها آتای اردشیر، اینجا بیایید زودتر. بیا پسرم. حاضر با آتش گپ میزنی؟ با فکرم وای از نزد اردشیر اومده است، با شما چیزی گفتن میخواد. خودتون با گپش یک گوش اندازه دادیش. السلام آمک. بیایید به خانه درویم، اینجا جای گپ نیست. بیایید. دارم اینجا گپ میزنیم.
اتایردشر به خدایید خودتان رو به دست گیرید. این دفعه شما رو هیچ کس نمیبخشد. او صدقه سرتون. چی صدقه سرتون؟ همون پول صدقه سرتون. چه پول؟ کدام پول؟ من اینقدر پول ندارم. وای باز پول گفته جنجال نکنید. همون پسرمون صحت سلامت برگردد. همون پول می و بید. نگید بیبی جانش لبای او کنی شما اینجا بیاید. چی گپ؟ از پیش پسرچمون یک بچه آمده است. کی نخواد. چه خبر آوردی؟ این سرک بیبی جانش. السلام بیبی. سلام جان بیبی. نبیره که من چی حال دارد؟ نه سلامت است. بسیار هم شما را نغز میدیده است. میگوید که بیبی هم شبها با من افسانه ها میگفتند. نبیره کم جانه که من چه با بچه من خلاص نمی کنی؟ چقدر پول گوین ته بچه پول میابی فرزند را نه. تو بچه راست میگی که از پیش اردشیر آمدی؟ ها انا برای باوری. نبیره جانم خودش از آنی نبیرم از آنی خودش از آنی اردشیر. وای پسرکم. حال اردشیر بد است. او در عذاب است. میکشند او را. باور کنید او را میکشند. رزیلون غارت درون. به خدا که از حد زیاد طلب کردم. اختیارتون میدهید نمیدهید وای کاری شما. من میروم. ایست یا خودم میبرم بچه یک راو بفهم. تشویش نکشید. من خودم میروم. ایستا میگویم آچه اردشیر سردید بچه تا همین بردت پنهان کردگی. دور بایا دور پشت در بازه خیلی بس وی میبرم با جای گفتهاتون میبرم. شرمنده شده. وای آماجتون پولی خورگو. خیلی بیوید من با شما یاردم کنم. با من تکیه کنید. با من تکیه کنید. من با شما یاردم. رفتید ایمون یک بلا با پس شما رفتید شما نگاه نکنید. رفتید با من تکیه کنید. من با شما خیلی رفتید شما آوردی؟ آوردم. ته گریه نکن بچه. تا اکنون کلان شدی.
چه علاج؟ تقدیرم همین بوده است. خودت چه حال داری بچه؟ نه از دادا. احوال خودتان چه خیلی دادا؟ سلامتی هم بعد بچه تنها نگاه می‌دارن. و یگان کس هم صحبت شدن هم نمیمانند. تو چقدر به نزدی من می‌دارایی یا شناس داری؟ ها دادا، شناس یافتم. دادا شما را کی از اینجا جواب میدهند؟ نمیدانم. کاش کاری میکردم و از همینجا خلاص میشدم. به فکرم کاری نمیشدگی بری. امید ندارم بچه. امیدم را به تمام کندم. در عذاب مانندم بچه. گریه نکنید. من خودم شما را از اینجا میبرم. گریه نکنید. چه خیلی میبراری بچه؟ لبی توی کی میگیرد؟ من جای جانی آنها را میدونم. میدانی؟ ها میدونم. جای جانشان در کجا بوده است؟ کیسه اشون. گپی من نه، لیکن گپی پول را میگیرند. راست. لیکن تو پول نداری بچه. میوبم دادا، برای شما البته میوبم. گوش کن بچه. بچه جانم گوش کن. اگر پول را یابی هم چخیر به آنها میدی؟ به کی میدی؟ کی کفالت میدید که بعد پول را گرفتن مرا آزاد میکنن؟ بچه جانم این کار نکن بچه. برای من شده این کار نکن بچه. میترسم که باز تو را همان نابکارها با یگان کلفت نپیچانند. نکن بچه جانم نکن. زیق نشوید. من آدم دلپور دارم دادا. من میشناسم. شما او رو نمیشناسید. بچم چرا این خیل میکنی؟ تو کیم چرا از من پنهان میکنی؟ پنهان نکن. به این هم خاطر پریش دارم. بچه جانم گوی تو چی نقش داری؟ برای شما جای افتن لازم دادا. آخر خانه داریم کو؟ دادا گوش کن بچم. من یک دختری خاله دارم. سر بچو کچ. نمیدانم شوهرش راضی می شده باشد یا نه. ای بیچاره یک مشتی پر بنده این مردم. حالا نمیدانم در چی حال است. بسیار خوب دادا. به همانجا می رویم. عجب دنیای
گفتی پدرم زندگی پستی و بلندی های زیاده داشته است. نگاره من دیگر نمیخونم. برای چی؟ از پس پدرم شدنم در کار. پدرم بیماری سخت. او را از محبس خلاص کردن در کار. بعد کجا می روی؟ به خانه خویشاوندان دادایم. خونه چی؟ اگر پدرم نمی بودند قدمم را به همان خانه نمی ماندم. باز کی به اینجا برمیگردی؟ نمیدونم. شاید این آخرین صحبت ما باشد. یادگاری مانده نقشی یادها خواستم اکنون فراموشت کنم. یادگاری مانده نقشی یادها خواستم اکنون فراموشت کنم. اما به خونه هم رسیدیم. حاضر کجا می روی؟ نمیدونم به کجا روم. جایی می رفتگیت رو گوی؟ راستی گپ نمیدونم. در خانه ما است. پدر و مادرم روزی هم. نمیتوانم. خیر نگارم. اخترانی انتظار در دل شب سوخت سر تا پای من چو نگاهی اخترانی